سرخط خبرها: مرگ مرموز یک ساکن جبار رسولوف در بازداشتگاه. با تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه روغن 100 میلیون دلار میدهند و از خوانندگان افغانستانی دعوت شد که تحصیل را در مکتب‌های تاجیکستان ادامه دهند. روز بخیر بینندگان گرامی، نوید بامدادی است با چند خبر از تاجیکستان و بیرون از آن. امروز پنجشنبه 5 فوریه سال 2026 است. یک ساکن ناحیه جبار رسولوف بعد از 6 روزی بازداشت در بازداشتگاه موقتی اداره پلیس ناحیه به هلاکت رسیده است. فردوس کژевникови 20 ساله با گمان تکرارا دزدی کردن روز 9 январ دستگیر شده روز 16 январ به طور مرموز جان باخته است. خبر تازه دسترسی رادیوی آزادی شد. به گفته یک منبع رادیوی آزادی، کژевников با هدف گریز از جوابگری جنایتی با بند سرپوش لباسش خود را در پنجره آهنین تیره‌ای شعبه کارهای داخلی ناحیه جبار رسولوف به دار آویخته است. مقامات حادثه را رسما شرح ندادند و نظر پیوندان فردوس نیز عاید این قضیه معلوم نیست. طبق معیار با چنین لباس نگاه داشتن گمانبران به جنایت در توقیفگاه منع است و به گفته منبع آزادی نگهبانان نیز برای خنک نظری در اجرای وظیفه خدمتیشان عیبدار دانسته می‌شوند. با تاجیکستان برای ادامه کارهای ساختمانی در نیروگاه برقی آبی روغن 100 میلیون دلار جدا می شود. در این باره روز 4 فوریه در شهر دبی میان وزارت مالیه تاجیکستان و فوند ابودبی عاید به رشد سازشنامه به امضا رسیده است. بر اساس این سند 100 میلیون دلار برای ساختمان روغن پیش بینی شده است. وزارت مالیه تاجیکستان با نشر این خبر گفته است هدف اساسی آن پیشبرد کارهای ساختمانی و انفراساختاری در لات 2 نیروگاه برقی آبی روغن می باشد. جزئیات این سازشنامه آشکار نشده است. معلوم نیست که فوند ابودبی عاید به رشد کی و به کدام شرطها برای نیروگاه روغن 100 میلیون دلار می دهد. مقامات تاجیکستان تلاش دارند که برای بنیاد نیروگاه روغن از نهادهای مالی بین المللی سرمایه جلب کنند. سال 2024 بانک جهانی برای روغن 350 میلیون دلار گرانت یا مبلغی بی بازگشت جدا کرد. به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه روغن همچنین از بانک آسیایی سرمایه گذاری و انفراساختاری 270 میلیون دلار قرض گرفته است. حکومت میگوید روغن در صورت اتمام ساختمانش در سال 2032 بزرگترین نیروگاهی منطقه می شود و می تواند در تامین کشورهای آسیای مرکزی با نیروی برق تازه مساعدت کند. وزارت مالیه قزاقستان شهروندانش را زیر نظارت قطعی می گیرد. به گفته معاون وزیر مالیه این کشور برای همه ساکنان کارت‌های به اصطلاح رقمی تهیه شده‌اند که به مقامات انداز امکان می‌دهد تمام معلومات را درباره هر یک نفر داشته باشد. این اقدام رسما مبارزه با اقتصاد پنهانی نامیده می شود، ولی ساکنان در شبکه‌های اجتماعی آن را دخالت به حیات شخصی و نقض حقوق‌هایشان می‌دانند. همکارانم از تلویزیونی نستایش ورمیا در این باره گزارش آماده کردند. وزارت مالیه قزاقستان پایگاه سمارت داتا فایننس را به کار انداخته است. آن معلومات را از 74 منبع گوناگون از جمله داده‌های مؤسسه‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های سئورتا و بوکمیکرها جمع می‌آورد. ضمن معرفی این پایگاه معاون وزیر مالیه گفت دولت حالا درباره شهروندانش تمام معلومات از جمله خراجات، درآمد و حتی سفرهای آنها را دارد. اطلاع درباره به قید گرفتن مالیات، ماشین خزینوی، فعالیت کسبی و حتی کیو در کجا کار کرده است را داریم. وضع عائلویش را هم می‌دانیم. اینچنین می‌توانیم برای همسر و فرزندانش کارت کشاییم. می‌توان نظارت کرد که کی به کجا و با کی آخرین بار سفر کرده است، باغاش داشت یا نه. بر اساس همه این معلومات ما کارت مالیوی دولتی را ترتیب داده ایستاده‌ایم. واکنش قزاقستانی ها بعد تصمیم تحت نظارت شدید گرفتن حیات هر یک شهروند پیش بینی شونده بود. مردم از این اقدام به خشم آمده در شبکه‌های اجتماعی چنین نظارت کامل را تجاوز به دخل ناپذیری و نقض حقوق خود نامیدند. بگذار از بالای کارمندان دولتی و تندرها نظارت برند که خالطه پول از بودجه بیرون می شود.
اگر با چنین تلاش از بالای زن و خش و تبار منصبداران نظارت می‌بردند، ضرورت راه اندازی اصلاحات انداز و جستجوی پول برای پر کردن خزینه پیش نمی آمد، باز بقیه پولی هم می‌ماند. مگر بدون آگاهانیدن جمع‌آوری معلومات اویدی من و اویلم این پایمالکنی حقوق و آزادی شخص نیست؟ иқтисоддон Айдар Алибоев низ бар ин аст ки чунин рақами кунунии андоз ҳуқуқи шаҳрвандонро поймол мекунад. Ӯ мегӯяд моддаи 18 Сарқонун ба ҳар як шаҳрванд ҳуқуқ ба дахлнопазирӣ, сирри шахсӣ ва оилавиро кафолат медиҳад. Аз нигоҳи Алибоев афзоиши назорат метавонад таъсири баръакс дошта бошад. аллакай бо ҷорӣ шудани кодекси нави андоз аксарият дар Қазоқистон аз пардохтҳои ғайринақдӣ даст кашида ба усулҳои анъанавӣ бартарӣ медиҳанд. мутаносибан ҳиссаи иқтисодиёти соягӣ меафзояд. این نظارت کامل و دخالت به حیات خصوصی نقض حقوق کنستیتوسیونی ماست. با این نوآوری ها وزارت مالیه از خطی که وظیفه‌هایش با خیر میرسد عبور کرده کاری را اجرا میکند که مسئولیت مقامات حفظی حقوق است. اما وزارت مالیه ادعا دارد که رقمی سازی نظارت انداز شهروندان را از ضرورت پیشنهاد اعلامیه حتمی درباره درآمد آزاد میکند، زیرا دولت الکی از تمام عملیات مالیوی اهالی خبردار خواهد بود. ولی در این بین خطر واقعی دزدیده شدن معلومات مخفی وجود دارد. مشکلاتی که از این پیشتر در پایگاه داده‌های دولتی در قزاقستان سر زده بود. مقامات بخش معارف تاجیکستان به خوانندگان یگانه مکتب پناهندگان افغانستان در دوشنبه پیشنهاد کردند که در مکتب‌های این کشور تحصیل را ادامه دهند. به مکتب سامانیان افغانستانی ها در پایتخت هنوز اجازتنامه فعالیت داده نشده است. اکتبر سال گذشته مهلت اعتبار اجازتنامه یا پروانه کار این مکتب به پایان رسیده بود. سرنوشت این مکتب که بر اساس معیار وزارت پیشین معارف افغانستان کار میکرد، حالا به دلیل اعتراف نشدن حکومت طالبان از سوی تاجیکستان ناروشن مانده است. محمد طاهر سعیدزاده رئیس آژانسی نظارت در ساحه معارف گفت برای دادن اجازتنامه به مکتب سامانیان افغانستانی ها به سفارت حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه چند پیشنهاد و طلب‌های کرده تا حال پاسخی نگرفتند. یک طلب این بوده است که تحصیل در این مکتب بر اساس برنامه‌های تعلیمی تاجیکستان براه مانده شود. همچنین پیشنهاد شده است که خوانندگان مکتب می‌توانند تحصیل را در دیگر مکتب‌های تاجیکستان ادامه دهند. با اطلاع آژانسی نظارت در ساحه معارف، اتستاسیا یا سند ختم خوانندگان مکتب سامانیان با مکتب‌های تاجیکستان برابر ارزش نبوده است. سیف الاسلام پسر محمد قذافی رهبر پیشین لیبیا در نزدیکی شهر زینتون در غرب این کشور کشته شده است. وی 53 سال داشت. دادستان لیبیا روز 4 فوریه گفته است کشتار سیف الاسلام را تفتیش میکند و تلاش برای یافتن گمانزدها ادامه دارد. در اظهارات دادستان لیبیا گفته شده است که پسر قذافی از ضرب تیر جان داد. وکیل مدافع سیف الاسلام به خبرگزاری فرانس پرس گفته است احتمال او را گروهی 4 نفری نامعلوم کشته است که روز سه‌شنبه به خانه‌اش در زینتن حمله کرده بود. محمد قذافی رهبر پیشین لیبیا سال 2011 و بعد از سرنگونی حکومتش در حالی که فراری شده بود به دست نیروهای انقلاب کشته شد. پس از آن پسرش سیف الاسلام را با اتهام جنایت علیه شهروندان دستگیر و به قتل محکوم کردند. سال 2017 خبر رسید که قذافی خوردی آزاد شده است. و در سال 2021 نامزدی خود را برای پرزیدنتی در لیبیا اعلام کرد، اما انتخابات به تأخیر افتاد. شبانه روز اخیر در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش دلار و روبل روسی به تغییر باقی مانده است. 100 دلاری آمریکایی به 929.930 سومانی برابر است و 1000 روبل روسی امروز 121 سومانی ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. تشکر برای همراهی بیننده عزیز. نوید بامدادی بود با چند خبر.
خبرهای دیگر را در ادامه روز از سامانه رادیوی آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا و پیگیری کنید. خیر تا فردا.